أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برادران عزیز و گرامی، خواهران نهایت محترمه و جوانان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، چنان که شما مستحضرید که روزها که ما بحثی مبحث شناخت مهدویت را داشتیم و چند قبل چنان که شما مستحضرید که شهادتی و ایام فاطمیه، یعنی سال روز شهادت بیبی دو جهان فاطمه الزهرا سلام الله علیها به سر رسید و یک وقفه واقع شد و ما نتوانستیم که بحث آخرین حجت خدا در روی زمین حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را ادامه بدیم. البته امروز از سر گرفتیم و خطبه قبلی را یک مقدار یادآوری نماییم تا در اذهان قرار گیرد. چنان که شما مستحضرید، همان طور که در خطبه اول بیان شد، خداوند متعال هرگز به چیزی فرمان نمی دهد مگر آنکه حقیقت آن را در عقول روشن کرده باشد. بدون این توضیح دعوت الهی تحقق نمی یابد. و در خطبه دوم و سیوم راجع به یاران سید الشهدا علیه السلام و راجع به معرفتی که بین مؤمنین و مؤمنات باید باشد و محبتی و هم محبت و صمیمیت که در بین ایشان باشد و راجع به پیوندی که در فرهنگ دینی ما از دیدگاه زیارت عاشورا میان مؤمنین برقرار است سخن گفتیم که جامعه اسلامی همچون بافت و سلولهای یک بدن است که تحت فرمان روح واحدی که آن امام حاضر است، امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار دارد. موضوع امروز درباره وجوب اطاعت از خلیفه خداوند کریم است. خداوند سبحان زمانی که حضرت آدم علیه السلام را به خلافت برگزید و اطاعت او را بر اهل آسمان ها و زمین واجب نمود، همچنین زمانی که ایمان بر ملائکه را بر فرشتگان واجب کرد، همچون به فرشتگان نیز فرمان داد که خلیفه الهی را حتی سجده کنند. و اما تنها ابلیس از جنیان بود که از سجده سر باز زد و به همین دلیل بود که خداوند او را با خواری و لعنت ابدی دچار ساخت. از این واقعه می توان به مقام و فضیلت امام پی برد عزیزان که زمانی که خداوند به ملائکه اعلام کرد که خلیفه ای را در زمین قرار خواهد داد و هدف این تأکید بر اهمیت شهادت و گواهی این امر بود، زیرا علم بر اساس گواهی و شهادت است عزیزان. خب اگر کسی ادعا کند که خلیفه باید توسط مردم انتخاب شود،
باید همه ملائکه نیز بر این انتخاب گواهی دهد. از آنجا که شهادت بزرگ نشانگری موضوع بزرگ است، چی گونه ممکن است کسی که به دلخواه خود خلیفه تعیین کند از عذاب الهی در امان باشد، در حالی که فرشتگان علیه او شهادت بدهند، در حالی که شهادت هم دادند. و به همین ترتیب کسی که خلیفه برحق را از طریق کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میشناسد اما او را تکذیب میکند، از عذاب الهی مسون نخواهد بود، زیرا همه فرشتگان به حقانیت آن خلیفه شهادت دادند. و ما و شما بسیار مثالی عمده را در پیش روی خود سقیفه خبیثه بنی ساعده را داریم عزیزان. نکته دیگر این است که مسئله خلافت تا روز قیامت ادامه دارد و هر کس خلیفت را با نبوت یکی بداند دچار اشتباه بزرگ است. و این از آن روز که خدای تعالی وعده فرموده است که از این امت خلفای برحق برگزیند، چنان که در قرآن که حکیم است: وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر فاولئک هم الفاسقون. خدا به مؤمنانی که کارهای شایسته میکنند وعده فرموده است که آنها را در زمین خلیفه گرداند، همان گونه که کسانی را که پیش از آن بودند خلیفه گردان، برای آنها دینی که خود خداوند کریم برگزیده است استوار کند و به جای ترسی که داشتن امنیت خاطر به آنان ببخشد تا تنها مرا بپرستند و هیچ چیزی را شریک من نگیرند. و سپس بعد از آن اگر ناسپاسی کنند بدون شک آنها فاسق و بدکارند. عزیزان، اگر مقصود از خلافت همان نبوت باشد، لازم می آید خدای تعالی به حکم آیه‌ای که می آید پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر دیگری بفرستد، در حالی که آیه و خاتم النبیین صحیح نخواهد بود. پس ثابت شد که وعده خداوند بزرگ و متعال ثابت است و خلافت غیر از نبوت است. همچنین ثابت شد که خلافت رتبه جدا از نبوت است و گاهی ممکن است خلیفه مقام نبوت نداشته باشد، ولی در حالی که هر پیامبری مقام خلافت را داراست. این نیز روشن است که خدای تعالی با دستور سجده بر آدم علیه السلام نفاق منافقان را و اخلاص مخلصان را آشکار ساخت، چنان که گذشت روزگار و آزمایش و پرده از حقیقت کار آنان برداشت که ما در مثلا در پیمان خبیث سقیفه شاهد آن هستیم. خداوند کریم پرده از حقیقت کار آنان برداشت. مقصود از این ماجرا ملائکه و شیطان بود عزیزان، که خداوند کریم برای
ملائکه و انسانها آشکار ساخت که شیطان مردود از امر خداوند کریم تمرد جستند و تمرد می جویند. خب تمرد انسان همچون قرین تمرد شیطان است عزیزان. اگر خداوند کریم این امر یعنی عبادت و انتخاب امام را به بددلان و می گذاشت، زمان نیز پرده از نیت آنان بر نمی داشت. زیرا منافق کسی را برمیگزیند که آن کسی که به اصطلاح خلیفه باشد مطابق هوا و هوس و نفس آن میل و نفس آن شخص میل کند و کاری را انجام دهد. خب پس چگونه میتوان کسی که مطابق انتخاب خداوند کریم نیست به درون فکر مردم مثلا به درون فکر مردم مثلا چیز پیدا کند، یعنی رسوخ پیدا کند و بداند که فکر من چیست و فکر دیگری چیست و فکر انسانها چیست و نفاق و اخلاص و حسد و بیماری های پنهان مردم را بشناسد. و جنبه دیگر که باید در نظر گرفتین است که سخن گفتن بر اساس جایگاه گوینده و شنونده متفاوت است. مثلا گفتار یک شخص، گفتار یک مرد با خادمش طور دیگر است و با اربابش طور دیگر است. فرق دارد. در اینجا گوینده خود خداوند متعال است و شنوندگان تمام فرشتگان هستند. عزیزان، سخنی که به صورت عمومی بیان شود دارای مصلحت عام است، همان گونه که سخن خاص دارای مصلحت ویژه می باشد. همچنین پاداش اعمال عمومی به مراتب عظیمتر از پاداش عذر میخوایم. پاداش اعمال عمومی به مراتب عظیمتر از پاداش اعمال خاص است. برای نمونه یکتاپرستی و وحدانیت که حکم عمومی است بر همه آفریدگان واجب شده است، یا احکامی که مانند حج، زکات و سایر عبادات که به گروه خاص تعلق دارد متفاوت است. خداوند سبحان در آیه و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی قرار خواهم داد، دلالت بر این دارد که در این عبارت جنبه از معانی توحید نهفته است، زیرا خداوند سبحان آن را به شکل عمومی بیان فرموده است. اگر دو کلمه در دو آیه به ظاهر متفاوت باشد اما معنای مشابه داشته باشد، لوازم معنایی آنها با یکدیگر مشترک خواهد بود. دلیل آن این است که خداوند می‌دانست که در میان بندگانش کسانی هستند که او را به یگانگی می‌پرستند و یگانه می‌پندارند و فرمانش را اطاعت می‌کنند
و نیز همچون کسانی هستند که مثلا سرپیچی می کند و با عیبجویی از بندگان خدا می پردازد و حرمت آنان را نادیده می گیرند. اگر خداوند با قدرت مطلقش این افراد را از چنین رفتاری باز می داشت، حکمت الهی باطل خواهد بود و اختیار از میان خواهد می رفت. در نتیجه ثواب و عقاب و عبادت معنای خود را از دست خواهد می داد. از همین روز که خداوند و سبحان به شکلی از اولیای خود دفاع می کند که باعث ابطال عبادت و اختیار انسانها نشود عزیزان. این امر بیانگر تدبیر حکیمانه خداوند کریم در مدیریت نظام خلقت آفرینش است. امر بسیار مهم این است که جز خداوند متعال هیچ کس حق ندارد که خلیفه را تعیین کند. این موضوع به روشنی در قرآن کریم آمده است که خداوند سبحان در سخن خود فرموده است: و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه و جانشین مقرر خواهم نمود، در این کلمه جاعلون که با تنوین ذکر شده است صفت مخصوص برای خود خداوند سبحان است و نشان می دهد که این عمل مختص اوست و هیچ کس دیگر در آن حق دخالت را ندارد. عذر می‌خواهیم. یعنی نفس جعل خلیفه توسط خداوند انجام می شود عزیزان. برای تایید این نکته در آیه دیگری می فرماید اینی خالق بشرا من طین. برای اثبات این نکته در آیه دیگه می خوانیم که خداوند کریم می فرماید اینی خالق بشرا من طین، من بشری را از گل خواهم آفرید. در اینجا نیز کلمه خالقون با تنوین آمده است، یعنی خالقون مخصوص خداوند کریم است. فعلی است که آن فعل مخصوص خداوند کریم می باشد که خالق بودن نیز صفت خاص خداوند سبحان است. بنابراین کسی که اگر ادعا می کند می تواند امام را برگزیند باید توانایی خلق بشر را هم داشته باشد که از خاک خلق نماید و چون این ادعا باطل است اختیار مردم در این مسئله نیز باطل خواهد بود عزیزان. و دلیل دیگر این است که حتی فرشتگان با وجود چنان فضیلت و عصمتی که دارند در این امر حق دخالت نداشتند و ندارند. همان طوری که خداوند سبحان می فرماید عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون. آنها بندگان گرامی اویند، در سخن بر او پیشی نمیگیرند و به فرمان او عمل میکنند. همچنین میفرماید یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. فرمان خدا را مخالفت نمی کند و آنچه با آن مأمور شوند انجام می دهد. عزیزان، بسیار سوال منطقی است. اگر فرشتگان با چنان دانایی و عصمتی که دارند نمی تواند امام را انتخاب کند، پس سوال اینجاست که انسانها با چی دانایی و چی صلاحیتی می تواند
چنین کاری را انجام دهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لن اعداءهم. خدایا به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم دنیا را برای همه انسان ها و مخصوصا مؤمنین و مؤمنات امن بساز. خدایا به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تو را قسم میدیم خدایا این قلیل عبادات را و همه عبادات و اعمال ما را و همه مؤمنین و مؤمنات را بپذیر. خدایا تو را به حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قسم میدیم خدای پروردگار مخصوصا ظهور مقدس آقا و صاحب ما امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف معجل بفرما و همه ما را و اولاد و نسل ما را و والدین ما را یا در این دنیا یا از عالم رجعت خدای پروردگار از سپاهیان و همکاران آقای امام زمان علیه السلام قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم.